سخن باز می شود، این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنیست نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درود به یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه علامت سوال. بسیار خوشحال هستیم که سه‌شنبه شبی دیگه از راه رسید و در خدمت شما عزیزان هستیم در 90 دقیقه آینده همراه با سوالات و نظرات شما عزیزان. همونطور که میدونید برنامه علامت سوال به صورت پخش زنده است و در نیم ساعت اول برنامه در ارتباط با موضوع بسیار مهم صحبت خواهیم کرد و در ادامه جوابگوی سوالات و صحبت‌های شما عزیزان خواهیم بود همراه با مهمان عزیز برنامه. دوستان شما میتونید برنامه رو هم اکنون بر روی شبکه سرسرین پارس ماهواره یاست تماشا کنید، همچنین بر روی اپ GLVS هم میتونید برنامه رو ببینید. البته باید وارد شبکه سرسرین پارس بشید و برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید. همچنین از طریق راه‌های دیگه هم میتونید برنامه رو ببینید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام علامت سوال، فیسبوک و اینستاگرام 107 پارس هم میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید. همچنین از طریق یوتیوب 107 پارس هم میتونید برنامه رو ببینید. اگر عضو کانال تلگرام علامت سوال باشید، همین الان میتونید بر روی لینکی که در اونجا قرار داده شد کلیک کنید، مستقیما وارد کانال یوتیوب 107 پارس بشید و برنامه رو به صورت زنده تماشا کنید. از طریق تمامی این راه ها میتونید با ما در تماس باشید. اگر سوالی دارید، صحبتی دارید، نظری دارید، شهادتی دارید و یا حتی اگر درخواست دعا دارید، میتونید از طریق فیسبوک و اینستاگرام و همچنین یوتیوب برای ما پیغام های نوشتاریتون رو بفرستید. اینجا به دست من میرسه و در طول برنامه حتما اونها رو مطرح خواهیم کرد. اما از طریق تلفن هم میتونید با ما در تماس باشید. نیم ساعت اول برنامه تلفن گرفته نمیشه، اما بعد از نیم ساعت شما عزیزان میتونید با شماره تلفنی که من الان براتون میخونم و بر روی گیرنده‌تون میبینید با ما در تماس باشید مستقیما، و یا اینکه میتونید از عزیزان بخواید که با شما در تماس باشن به صورت تلفنی و سوالاتتون رو مطرح کنید. از طریق شماره تلفن 2044 207 806 98 32 ما میتونیم در واقع تلفن شما عزیزان رو بگیریم و شما به استودیو وصل بشید. اما از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشید، پیغام های نوشتاری صوتیتون رو بفرستید. همونطور که خدمتتون گفتم میتونید برای ما درخواست های دعاتون رو بفرستید، چون در آخر برنامه برای دوستانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن حتما در دعا خواهیم بود. با شماره تلفن 2035 79 99 37 772 از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام از همین الان میتونید با ما در تماس باشید. خواهش من از شما عزیزان اینه که اگر درخواست دعا میفرستید حتما عنوان کنید که برای چه موضوعی میخواین دعا بشه تا ما بهتر بتونیم برای شما عزیزان در دعا باشیم و در واقع تمرکزمون بر روی همون موضوع باشه. باز هم ممنون، تشکر از اینکه برنامه خودتون رو انتخاب کردید. با هم بریم یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با برنامه رو ببینیم، برمیگردیم با مهمان عزیز برنامه با شما خواهیم بود.
بله، یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با برنامه رو دیدیم. همونطور که خدمت شما عزیزان گفتم در طول برنامه هم راه‌های ارتباطی بر روی گیرنده خواهد اومد و شما عزیزان میتونید راحت‌تر با ما در تماس باشید. اما همونطور که خدمتتون گفتم مهمان بسیار عزیزی داریم، جناب دکتر کشیش فریدون مخوف که بعد از مدت‌ها بالاخره به برنامه اومدن. خیلی خوشحال هستیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. بعد فریدون خیلی خیلی خوش آمد میگم بهتون و بسیار خوشحال هستیم که امشب در برنامه ما حضور دارید. خیلی ممنونم ساله جان. منم چقدر خوشحال هستم که دعوتم کردید و تونستم که در خدمت شما باشم، خدمت دوستان عزیزم که ما رو دارن از طریق تلویزیون میبینن سلام عرض میکنم. امیدوارم که اوقات خوبی رو دارن، مخصوصا در این ایامی که کرونا ویروس، فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی اثر طرف داره فشار میاره. واقعا تصور این که افراد اوقات خوبی داشته باشن یک مقدار غیر ممکن به نظر میرسه، ولی در هر حال من ایمان دارم که خداوند افرادی رو که به او پناه میبرند بدون پناه نمیذاره. آمین. دقیقا همینطوره. ما هم خیلی خوشحال هستیم که شما به هر حال با اون حجم کاری و مشغله کاری که دارین بالاخره تونستید که در برنامه حضور داشته باشین. خیلی وقتا دوستان عزیز بیننده از ما میخوان که کارشناسانی رو به هر حال معرفی میکنن که بیشتر ازشون دعوت کنیم. باور کنیم ما دعوت میکنیم ولی انقدر مشغله کاری دوستان و در واقع کارشناسان عزیز برنامه زیاد هست که واقعا بعضی وقتا به هر حال نمیتونن در برنامه حضور داشته باشن. به هر حال خوشحال هستیم که از اینکه این موقعیت جور شد. خب بعد از فریدون عزیز موضوعی رو برای امشب انتخاب کردین که موضوع بسیار مهمی هست و همیشه مخصوصا این روزها خیلی به هر حال قابل بحثه و خیلی ها به هر حال نظرشون این هست که به هر حال همه راه‌ها، همه ادیان، همه مذاهب به یک خدا ختم میشه. وقتی صحبت میشه از یک دین یا مذهب خاصی، یا ما وقتی صحبت میکنیم در ارتباط با مسیحیت، در آخر خیلی از افراد فکر میکنن که یعنی به هر حال این عقیده رو دارن که خب که چی، این هم یک راه هست برای رسیدن به خدا، خدایی که همه به هر حال میپرستن و تمام ادیان و مذاهب به هر حال به یک خدا وصل میشه. ما قرار راجع به این موضوع صحبت کنیم و سوال من اول برنامه با همین در واقع موضوع شروع میشه و میخوام بقیه صحبت ها رو بسپارم به شما. آیا واقعا تمامی ادیان و مذاهب به یک خدا وصل میشن؟ جواب نه هست. بنابراین پس سالی جان 3-4 تا سرود بذار بلنشیم بریم دیگه. خب من به افراد ایراد نمیگیرم که چرا یک چنین توهمی بهشون دست میده. راستش بخواید با این چیزایی که این روزها به اسم مذهب داره صورت میگیره، خودش معجزه استش که مردم هنوز به مذهب و اینجور چیزها فکر میکنن. مردم اغلب به خاطر شباهت هایی که در ادیان وجود داره، مخصوصا اونی که در رأس اون دین نوشته، منظورم وجودی که خدا بهش گفته میشه که مردم میپرستنش، مردم به این فکر میفتن که انگاری که همه ادیان علیرغم طرق مختلفی که برای رسیدن به خدا دارن گویا یه خدا ختم میشن. راستشو بخوای سالی جان، این تفکر بیشتر زاده عدم اطلاع مردم از ادیانه تا اینکه یک چنین گفته‌ای بر اساس اطلاعات و شناخت عمیق و درست باشه و باید بگم که بیشتر ساده انگاری، بیشتر سطحی نگری. ما اگر به خود ادیان هم نگاه کنیم میبینیم که همه ادیان
خودشون رو کاملا در واقع اکسکلوسیو میبینن، خودشون رو جدا از بقیه میبینن. هیچ کدوم از اونا نیومدن بگن بله خدای ما همون خدایی هستش که در اون یکی دین هم هست. هیچ کدومشون یک چنین ادعایی رو ندارن. هیچ کدومشون ادعا نمیکنن که خدایی که در دین اونها هست همون خدایی هستش که در دین دیگر هم همون وجود داره. تمامی شباهت‌هایی که در بین ادیان هستن اتفاقاً عمقی نیستن، بلکه سطحی هستن. و وقتی که به جزئیات اونها به شکل دقیق نگاه میکنیم کاملا متوجه میشیم که چقدر با همدیگه اینها فرق دارن. ولی بهتون بگم که چطور اینها با هم فرق پیدا میکنن. به شکل خلاصه برخی از موارد اصلیشون، جزئیاتشون خیلی زیاده ولی من به چند تاش اشاره میکنم. مثلا در 3 دین یهودیت و مسیحیت و اسلام که از نظر شباهتی همه معتقدن که اینها به یک خدا معتقد هستن و شباهت‌های زیاد بینشون وجود داره. خب یهودیت خدا رو خدای شخصیتمند میدونه و واحد. در یهودیت شخصیتمندی خدا او رو واسه انسان که او هم شخصیتمنده قابل شناخت بشه و در این آنچه که از انسان طلب میشه رعایت و انجام شریعت خدا هستش. مسیحیت اونم خدا رو خدای شخصیتمند میدونه که در ذات خودش واحد، ولی در ذات واحد خودش دارای 3 شخصیت مجزا و در عین حال متحد با هم. شخصیتمندی خدا در مسیحیت مثل یهودیت او رو واسه انسان قابل شناخت میکنه که از اینجا دیگه مسیحیت جدا که اوج این شناخت در عیسی مسیح هستش که خدای مجسمه و آنچه در مسیحیت از یک مسیح طلب میشه این هستش که در رابطه 2 طرفه با خدا وارد بشه که امکان این رابطه 2 طرفه هم خود خدا براش فراهم کرده. اسلام خدا رو واحد میدونه ولی به هیچ وجه شخصیتمند نمیدونه. برای همین هم هستش که امکان شناخت خدا برای انسان به هیچ وجه وجود نداره. یعنی شما اگر بیاید مثلا جناب فلان امام داده آدم خوب، ایشون آدم خداشناسیه، شما کفر میگید، برای اینکه به هیچ عنوان امکان شناخت خدا برای انسان وجود نداره. اسلام خدا بسیار بالا، انسان بسیار پست و گناهکاره. در اسلام خدا در مقام عبد قرار داره و انسان در عبد و آنچه که از انسان طلب میشه این هستش که از اوامر او اطاعت کنه و در نتیجه بعد از داوری اگر اعمال خوبش درست باشه میره به جای بهشت جنت و در اونجا پاداش خودش رو میبینه، ولی اونجا هم هنوز قادر به شناخت خدا نیست. در مورد انسان، یهودیت انسان رو آفریده خدا میدونه، از خواب به صورت و شباهت خدا و خداست که روح حیات رو درش میدمه. انسان در پی گناه از حضور خدا محروم میشه. خدا کار خودش رو ادامه میده و از طریق شریعت و پیامبران قوم خودش رو با وعده نجات از طریق مسیح موعود دائم در تشویق نگاه میداره و از اونها طلب میکنه که با به جا آوردن شریعت و کلام خدا دائم بهش و خودکار باقی بمونه. خب در این قسمت مسیحیت و یهودیت با هم همخوانی زیاد دارن، برای اینکه عهدش بخش عظیمی از مقدس مسیحیان شمار میره. ولی در همون اول این گناهی که صورت میگیره در مسیحیت به عنوان گناه اولیه مطرح میشه که تمامی
بشر رو به گناه آلوده میکنه، بشر رو در اسارت گناه نگه می‌داره و آزادی از اسارت توسط همان مسیح به عهد عتیق هستش که براش قرار فراهم بیاد و بعد میبینیم که داستان به اوج میرسه. در مقطعی از زمان مسیح موعود در صورت عیسی به میان انسان ها میاد، خدای مجسم دارای دو طبیعت الهی و بشری شکل همزمان در یک شخص ساکن و بعدش هم در روی صلیب تاوان گناهان بشر از اسارت گناه آزاد میکنه و دوباره دو طرفه با خدا برش میگردونه. در اسلام انسان آفریده خداست از خاک و در باغ عدن، ولی قرار نیست میشه در باغ عدن باشه. عدن مأموریت پیام آور خدا برای انسان‌هایی که در زمین خواهند بود و گناهی که در باغ عدن از نظر انسان همچین هم جدی نیست. تنها کاری که این گناه میکنه این هستش آدم رو جلوتر از موعد مقرر به زمین و بین آدم‌ها میاره. بالاتر از اون گناه آدم برخلاف آنچه که مسیحیت میگه اثری در نسل بشر نمیذاره و خدا هم که در آدم رو میبخشه و او رو پیغمبر خود. در اسلام اراده انسان اسیر نیست توسط گناه اولیه، انسان دارای اراده آزاده و قراره که از طریق انجام احکام الهی به بهشت خدا. انسان صرفاً از احکام اطاعت میکنه ولی شناختی از خدا نخواهد بود. آنچه که از خدا براش شناخت ایجاد خواهد کرد از طریق اعمال خداست که اعمال خدا هم بر اساس اراده خداست، نه ذاتش و شخصیتمندم که نیست. و همونطور که گفتم در جنت هم اینطور برای انسان وجود نداره. اگر بخوایم به هندویسم بریم که این شباهت‌های سطحی در هندویسم با دیگر ادیانی که خدمتتون گفتم اصلا شباهت‌های سطحی هم نیست. خدایان یا وجود دارن، سیکل تناسخ وجود داره، زندگی در یک دوران داره فوران میکنه و تنها افرادی که میتونن از این سیکل تناسخ نجات پیدا کنن اونایی هستن که واقعا مطلق عالی زندگی کردن که میرن به نیروانا و در اونجا در واقع اینها به قول معروف در جنت هست. وقتی هم که به بوداییسم به هندو به وجود اومده، برای اینکه بودا بر علیه سیستم در هندوستان بلند میشه، اونجا مخالفت داره، به تبت مهاجرت میکنه و کلا فلسفه است و مشکل احساسات و غرایزش میدونه و تمام تلاشش بر اینه که یه جورهایی انسان کمک بده که بر احساسات و غرایزش غلبه بکنه و از رنج و عذاب‌هایی که وجود داره آزاد بشه. بنابراین با این تفاوت‌هایی که من صرفاً اصول رسم رو گفتم، این که ما به آنچه که ادیان واقعا دارن میپرستن یا دارن مطرح میکنن همه یک خدا هستن، واقعا سفینه‌گریه. همونطور که خدمتتون عرض کردم هیچ کدوم از اینها خودشون هم حتی کوچکترین اشاره نکردن که خدایی که در مذهب ما هست همانی است که در مذاهب دیگر هم وجود داره. و زمانی هم که مطرح میشه خدا انگاری که کوه رسیدن به این کوه راه‌های مختلف وجود داره، ولی نهایت همه میرسن برن. خب اینو کسی میتونه بگه که به قله کوه رسیده باشه و وقتی که اونجا از این چشم‌های پیش‌های میگن چی میگن؟ که آن واحد همه اطراف رو میبینه داشته باشه و نگاه کنه و ببینه که بله همه راه‌ها دارن به همون نقطه ختم میشن. در هیچ کدوم ادیان حتی در عرفان هیچ کس ادعا نکرده که به بالای این کوه رسیده
قدرت این رو داشته که نگاه از اون خدا و کاملا تایید میکنه که همه انسان به همون قله میره. اینه که ممکنه که در این ساده یه راهی رو بگیری و خیال کنی که فرض به قله دماوند خواهی مقصدت هست و اونقدر بری به اندازه تمامی زندگی و یه سر از اس در آورد. اینه که این هم حقیقتا آن چیزی که شما بخوایی روش زندگی رو بنا کنی. بنابراین کلمه اولم گفتم نه همه خود ادیان به یک خدا خیلی ممنون برادر فریدون عزیز. البته راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. یک تنفس کوتاه داشته باشیم، در ادامه برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم. با باشید. سلام کشیش امید، به برنامه علامت سوال خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان. سلام سعید جان، چند خوشحالم دوباره می‌بینمتون. خیلی خوشحالم باز با شما یه برنامه دیگه اجرا می‌کنم. خدمت شما و همکاران شما و همینطور بینندگان عزیز ممنونم که من هم به نوبه خودم خدمت شما و بینندگان سلام عرض می‌کنم. بله، خوش آمدید مجدد خدمت عزیزانی که شاید تازه به ما پیوستید. با برنامه علامت سوال در خدمت شما هستیم. در ارتباط با موضوع بسیار مهمی داریم صحبت میکنیم و سوال این هست که آیا تمامی ادیان و مذاهب به یک خدا ختم میشه؟ نظر شما عزیزان در این مورد چی هست؟ دوست داریم از شما بشنویم. همچنین اگر سوال و صحبتی دارید حتما با ما در میان بگذارید. از طریق راه‌های ارتباطی میتونید برای ما پیغام بدید و تلفن برنامه هم در حدوداً 10 دقیقه آینده باز خواهد بود و میتونیم با شما عزیزان هم به طور مستقیم صحبت کنیم. در خدمت برادر فریدون عزیز هستیم و توضیحاتی که برادر فریدون شما دادید و طبق توضیحاتی که دادید و فرمودین که نه، همه ادیان به یک خدا وصل نمیشه. در واقع خدایی که در هر دین به نوعی خصوصیت ها و صفات منحصر به فرد خودش رو داره و هیچ دینی هم در اینجا نمیگه که حالا خدای من با به هر حال همه میگن خدای من فرق میکنه و بهتر هست. شاید سوال اینجا این باشه که همونطور که شما فرمودید همه ادیان میگن که خب من راه درست هستم، خدای من خدای درست هست. یک چیز دیگه هم اینجا باز سوالی که ممکنه پیش بیاد این که حالا در ارتباط با مسیحیت و یهودیت، این که خب به هر حال گفته میشه که خدای مسیحیت با خدای یهودیت یکی هست. حالا شما توضیحاتی دادید که تفاوت‌هایی که باز در اونجا ایجاد شده و من سوالم همچنان اینه که آیا این خدا یکی هست؟ و دوم این که از کجا واقعا باید به این اثبات رسید که حالا واقعا خدای کدوم دین درست هست و اون خدایی رو که به هر حال تبلیغشون میشه، صحبت میشه، بحث میشه، کدومش رو واقعا میشه درست و واقعی دونست؟ خب در این زمینه سوال اولتون که خدای یهودیت و مسیحیت یکی هست، خب جهانبینی مسیحی بیشتر رو جهانبینی یهودی مسیحیه، برای اینکه بنیاد مسیحیت روی عهد عتیق استوار هستش.
آنچه که در اتاتیق مطرح میشه مکاشفه‌ایه که خدا خودش از خودش برای بشر آشکار میکنه. علت هم داره، برای اینکه زمانی که خدا انسان رو میآفرینه او در رابطه دو طرفه با خدا هست، به خاطر روح حیات، روح القدس که در او وجود داره که روح خود خداست، با خدا در رابطه دو طرفه قرار داره. بنابراین سوال بی جواب براش وجود نداره، در یه رابطه دو طرفه داره به سر میبره. خب رابطه دو طرفه زمانی رابطه هستش که اراده آزاد برش حاکم باشه و اراده آزادی که انسان داره باعث میشه که در مقطعی نخواد که در این رابطه باشه و در نتیجه سیستم به هم میریزه، رابطه از بنیاد به هم میریزه و رابطه خدا و انسان جدا میشه. وقتی که رابطه خدا و انسان جدا شد، روح خدا هم که در وجود انسان هست دیگه نمی در وجود انسان باقی بمونه. این انتخاب خود انسانه که دیگه نمیخواد با خدا بر اساس آن تعریف و حدودی که خدا مشخص کرده ادامه بده. پس میبینیم که خدا که از وجود انسان بوده، انسان دیگه آن اشرافی رو که باید بر وجودیت خودش داشته باشه دیگه نداره و 4 سوال اصلی براش مطرح میشه که الان هم برای انسان مطرحه. از کجا اومدم؟ به کجا میرم؟ از کجا اومدم؟ منشأ، منبع. به کجا میرم؟ مقصد. خوب و بد رو به چه شکل تشخیص بدم؟ برای اینکه انسان وجود اخلاقیه، برای همین نیاز داره که خوب و بد رو بدونه چیه ولی چطوری، که مسئله اخلاقیشه و اینکه بعد از مرگ چه به سر من خواهد اومد. خب در طول سالیان این 4 تا سوال بعد از سقوط انسان براش مطرح هست و جالب اینه که برای جواب به این سوالات، این 4 سوال اصلی انسان، فقط 2 هیته وجود داره که جواب میده. یکی مذهب هست که تلاش کرده به این 4 سوال جواب بده و یکی هم فلسفه است. زمانی که ما میرسیم به قرون 15 و بعد میبینیم که با توجه به اینکه انسان جواب سوالات خودش رو در مطلب نتونست پیدا کنه، پناه میبره به فلسفه و یواش یواش تلاش میکنه که به جای اینکه جواب سوالات خودش رو در ماورای این دنیا پیدا کنه، در درون این دنیا، در درون این خلقت، در درون این طبیعت پیدا کنه و به این ترتیب فلسفه که اولش با مذهب آمیخته بود و بعد بالکل خودش از مذهب جدا میکنه، نگرش رو عوض میکنه و نگرش ماتریالیستی رو خودش داره و سعی میکنه که به این 4 سوال جواب بده. ولی همونطور فلسفه ها هم پیش میرن و فلسفه های مختلف میاد و سعی کنه به اصطلاح این سوالات رو جواب بده، میبینیم که اونها هم کم میارن و واقعیت اینه که قرن 20 و به دنبالش قرن 21 شما میتونید مطلب رو که قرنی بود که درش هم مذهب و هم فلسفه به ورشکستگی فکری رسید. ولی با یک سری به اصطلاح نگرش های سیاسی که مربوط شد به مذهب، دوباره در اواخر قرن 20 و 21 و یک سری به اصطلاح رفتارهای رادیکال، مبارزات رادیکال مذهبی، جمهوری اسلامی، چیزی که داعش به وجود آورد و بقیه، خودی باز مذهب اون به یک شکل دیگه مطرح شد و مردم سعی کردن یه جوری جواب این سوال‌هاشون رو در مذهب پیدا کنن و نتونستن پیدا کنن و اون سوالی که برای انسان اولیه بعد از سقوط باقی هستی که از کجا اومدم، به کجا میرم، چجوری خوبت تشخیص بدم و بعد از مرگ چی خواهد بود، برای انسانی که الان روبروی من هم نشسته دای منو میشنوه و منو میده کماکان مطرحه، کسی نتونسته جواب این سوالات رو بده. بنابراین در
هر چیزی که شما در هر جهان بینی که مقایسه کنید، جهان بینی ها که سعی دارن این 4 سوال جواب بدن، لازم هستش که حداقل 3 اصل در اونها صادق باشه. اولیش این هستش که در آنچه که بیان می‌کنن در رابطه با این 4 ضد خودشو نگه، یعنی جوابهاشون هم بخونه، همخوانی داشته باشه، کانسیستنت باشه و به معروف ضد خودش رو در حرفای خودش نزد. هر جهان بینی چه فلسفی چه منطقی باید در این 4 سوالی که داره جواب میده اولا نباید ضد خودش رو بگه. دومین چیزی که باید داشته باشه اینه که در آن چه که میگن اندازه کافی دلیل و منطق ارائه بدن. فقط این نباشه که خوری و در مقابل تو بذارن، بلکه در طول تاریخ آن اینا به شکل منطقی و لاجیکال بتونند یک سری دلایل اونم به اندازه کافی و قانع کننده ارائه بدن. سومین چیزش این که این چیزی که دارم میگن نه فقط برای مثلا 10 قرن قبل، 20 قرن قبل یا قرن قبل، بلکه برای الان من مصداق داشته باشه، برای الان من هم درست باشه، برای الان من هم بشه به اصطلاح ازش استفاده کرد. این 3 اصل داشته باشن در جواب 4 سوالی که میدن. بدون هیچ تعصبی دارم که من از زمینه ما با فعالیت‌های خوبستی و یه خورده اشراف دارم به ماتریال و همینطور چه اردبیل هم در دامن اسلام بزرگ شدم به اسلامی و الان هم مسیحیت و یهودی بدون ولی بدون فرض دارم میگم. در رابطه با این 4 سوال من فقط در مسیحیت هستش که میبینم این 3 اصل وجود داره. ضد خودشو مطرح نمیکنه، در خودش که میگه به شکل منطقی عقلایی، جدا از اینکه به نظر خیلی ها الهیات مسیحی به نظر نمیرسه، اندازه بیشتر از آنچه که لازم هست دلیل و مطرح میکنه که یکی از اون دقایق خود من هستم، من انسان، من پدیدون. و سومین چیزش هم اینه که آنچه که در اون موقع داشت برای انسان امروز، برای همین در دنیای قرن 20 به قول فلاسفه دنیای مدرنیست داریم زندگی میکنیم، برای هم مصداق داره. شما هر این دیگه مطرح کنید، یا در اولی یا در دومی یا در سومی یا در همه مشکل دارن. بنابراین بگید که چجوری بفهمیم که کدوم یکیشون درستن؟ باید از نظر به اصطلاح منطقی عقلایی و بگید که در جواب به 4 سوال آنچه که میگن این 3 اصل درش وجود داره یا وجود نداره. ولی در اینم در نظر داشته باشید بزرگترین مدرکی که میتونه وجود داشته باشه اون مورد است که الان در زندگی من به چه شکل این اصلاح پیدا میکنه. ببینید مسیحیت مطرح خدا انسان رو بهش اراده آزاد برای اینکه خدا میخواد با انسان در رابطه بر اساس محبت بودن در رابطه نیازمند اینه که اراده شاکن باشه. از خدا اراده آزاد به انسان دیده، میتونست انسان روبوت بسازه، اراده آزاد بهش نده که انسان همش بگی او کردم چاکرتم، ولی باید قول میشد که این او کردم چاکرم انسان رو به شکل باورش میشد، برای اراده آزاد نبود. انسان از این اراده آزادش به یک شکل دیگه استفاده میکنه و اراده آزاد خودش نمیخواد در این رابطه باشه،
خدا میتونست بزنه بکشه قل و غم کنه فلان، ولی این هم به اصطلاح عدالتی نمیشد که از خدا باید انتظار میداشت. از انسان آنچه رو که خودش به سر خودش آورده مسئولیتش رو باید بپذیره. مسئولیتش اینه. بعد از فریدون عذرخواهی میکنم میونه صحبتاتون یه مقدار صدای شما قطع و وصل میشه و فکر میکنم که عزیزان بیننده هم یکم مشکل داشته باشن و خیلی حرفای مهمی هست که دارین شما میزنین. من فکر میکنم که بد نباشه یه استراحت کوتاه داشته باشیم، برگردیم و این تیکه های آخر رو دوباره از شما بشنویم. عزیزان با ما همراه باشین که ما ببینیم بتونیم این مشکل فنی رو درست کنیم. با باشید. SAT7 پلاس، اپلیکیشنی مدرن با امکانات متعدد برای دسترسی سریع و آسان به برنامه‌های تلویزیونی، قابل نصب بر روی تمامی تلفن‌های هوشمند و همچنین در اپل تیوی و اندروید تیوی. اپلیکیشنی رایگان و کاربردی برای تماشای برنامه‌های تلویزیونی از طریق اینترنت و همچنین تماشای زنده تمامی کانال‌های SAT7 به زبان‌های فارسی، ترکی و عربی، همراه با آلبوم‌ها و فایل‌های صوتی و همچنین مجموعه‌های پادکست. قابلیت دانلود و ذخیره‌سازی برنامه‌های مورد علاقه و اشتراک گذاری آنها در صفحات اجتماعی. تأسیس نامحدود حساب‌های کاربری با تنظیمات شخصی و قابلیت فیلترینگ برای کودکان، همراه با سیستم جستجوگر سریع و پیشرفته برای سهولت در یافتن برنامه‌ها و قسمت‌های مورد علاقه شما. دسترسی به جدول پخش روزانه و هفتگی برنامه‌ها. اپ SAT7 پلاس همیشه و همه جا همراه شما. عزیزان بیننده در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه علامت سوال. امیدوار هستیم که مشکل فنی حل شده باشه و همچنان در خدمت برادر فریدون عزیز. برادر فریدون عذرخواهی میکنم که من میون صحبتاتون مجبور شدم قطع کنم. حرفا خیلی مهم بود اما متاسفانه خوب شنیده نمیشد. اگر صدای منو دارید و اگر به یاد میارید یه مقدار از به هر حال قبلتر میشنویم از صحبت هاتون تا حدوداً 5-6 دقیقه آینده تا بعد بتونیم به سوالات عزیزان برسیم. سال جامنم قطع شده بود، داشتم سعی کردم که ببینم میتونم اینو وصل کنم که کار راه بندازه، بنابراین حرفای آخر نشنیدم. بعد فریدون میخوایم از شما بشنویم صحبت‌های آخری رو که داشتید، حدوداً 5-6 دقیقه فرصت داریم. بله بشنویم از شما. خواهش میکنم. من در رابطه با مسیحیت میگفتم که این چیزهایی که مسیحیت داره مطرح میکنه این سه تا اصل درش استواره و بهتون گفتم که خدا انسان رو برای رابطه دو طرفه بیافرینه. رابطه برش اراده آزاد حاکمه، انسان از اراده حاکمش به غلط استفاده میکنه و بین خدا و انسان جدایی میفته. انسان خدا چون محبتی که داره محبت اصیله، کماکان در محبت خودش ادامه میده و برای انسان راه رهایی از این اسارتی که به خودش آورده به وجود میاره. و اینکه این مسئله سقوط مسئله کمی نیست. چرا مسئله کمی نیست؟ برای اینکه انسان موجودی هست
روحانی که دارای جسمه و ابدی است، برای ابدیت آفریده شده و میبینیم که این انسانی که ابدی هستش ابدیتش از دست داده و برای اینکه بتونه ابدیتش رو دوباره به دست بیاره و برگرده اون وضعیتی که داره، باید یک نفر ابدیت وسط بذاره. چرا خدا نمیتونست بگه آقا ول کن دیگه، انسان حالا خدا هستم میبخشم؟ برای اینکه عدالت خدا نمیتونست اینو قورت بده. ما انسان ها میتونیم این کار بکنیم، به راحتی میبخشیم، ولی خدا چون عدالت و محبتش هر دو به شکل کمال هستش، محبتش میتونه سعی کنه که انسان گناهکار رو ببخشه، ولی عدالت خدا ابداً بدون اینکه تاوان گناه پرداخت بشه، داده بشه، نمیتونه ببخشه. برای همینه که عیسی مسیح به عنوان خدای مجسم به میان انسان ها میاد و تاوان گناه انسان رو میده. عیسی مسیح تنها کسی هستش که میتونه تاوان گناه انسان رو بده، برای اینکه او با اینکه انسان هست ولی در اون اسارتی که انسان ها توش هستن قرار نداره. برای اینکه درسته که جسم از مریم باکر است ولی روح از روح القدسه. برای همین هم هستش که عیسی بهش گفته میشه روح الله، برای اینکه از روح خدا مولود شده. و برای همین هم هستش که میبینیم که عیسی بهش میگیم خدای مجسم. چرا؟ برای اینکه عیسی اومد و گفت هر کس مرا دید خدا را دیده است. در واقع اوج شناخت خدا در چهره عیسی مسیح، در شخصیت عیسی مسیح که در دو طبیعت در مقابل چشم انسان ها قرار داره، هم دارای طبیعت بشری به شکل کامل، هم دارای طبیعت الهی به شکل کامل. و این فرد میتونه ابدیت بذاره، برای اینکه ابدیت رو داره. انسان نیست ابدی، در این حال خداست، پس ابدیت رو میذاره و با تاوان دادن ابدیت خودش، جان خودش، مرگ خودش برای تاوان برای گناه انسان، میبینیم که انسان دیگه آن گناهی که انجام شده عدالت خدا دیگه میپذیره که تاوانش داده شده. ولی عیسی چون دارای طبیعت الهی هست، میبینیم که روح القدس میگه که خدا او را به قوت روح القدس از مردگان قیام داد. حالا بعد اون عیسی خودشون نشون میده و بعد میگه که من روح القدس رو میفرستم که روح القدس در شما ساکن میشه و شما دوباره در اون رابطه دو طرفه با خدا به سر خواهید برد. و اینجاست که آن چیزی که خدمت شما گفتم، اثر این جهان بینی، آیا این درسته یا نه؟ سنگ مفت، گنجشک مفت. اگر روح خدا در تو ساکن شد و تو با خدا در رابطه دو طرفه قرار گرفتی، پس درسته. ولی اگر با خدا در رابطه دو طرفه قرار نگرفتی، چاخانه. و این رو هر کسی امروز، حتی در این ثانیه، در این ساعتی که با هم هستیم، میتونه برای خودش امتحان کنه و ببینه آیا درسته یا نه. هیچ کاری هم نداره. میتونه بگه خداوندا، این بابا اینجا نشسته، نمیدونم چی داره میگه، ولی یه سری چیزایی رو میگه. حالا من میخوام با تو در رابطه دو طرفه باشم. این میگه که تو عیسی مسیح رو فرستادی، عیسی مسیح از روح توست، دارای طبیعت الهی به شکل کامل، طبیعت بشری به شکل کامل. او از نظر آن روحی که در او هست، از نظر ذات الوهیت داره، ولی در این حال در اون رابطه‌ای که با تو داره پسر تو خونده میشه. خداوندا میدونی که اینا مفاهیم الهیاتی هستن، نمیفهمم، ولی به خودم نگاه میکنم، فردی هستم گناهکار، میدونم چه چیزی خوبه
نمیتونم انجامش بدم، میدونم چه چیزی بده، نمیتونم جلوی خودم بگیرم که نتونم بتونم انجامش ندم. خداوند من اسیرم، احتیاج دارم که منو اول از این اسارت آزاد کنی، از این حاکمیتی گناه بر زندگی من داره آزادم کنی و میخوام با تو خدا وکیلی بشینم در رو صحبت کنم. احتیاجم به وکیل و وصی و امام و امامزاده و این و اون ندارم. میگه من دوستم داری، میگه پدر من هستی، خب منم میخوام مثل یه فرزند باهات صحبت کنم. عیسی مسیح رو میپذیرم که برای نجات من جان خودش رو داده، بقیهش خداوند میخوام تو با من صحبت کنی، میخوام با تو رابطه دو طرفه داشته باشه. در نام مسیح به حضورت دعا میکنم، در نام عیسی به حضورت دعا میکنم. اگر شد درسته، اگر نشد وقتتون رو تلف نکنید. ولی برای اینکه بشه یک چیز لازمه، صداقت. فیلم نه. ما خیلی عادت داریم فیلم های مذهبی بازی کنیم. نه، صداقت لازمه. واقعا آن چی که اگر زبانمون میگه قلبمونم همونه، اگر رابطه دو طرفه ایجاد شد که من 100% 100% از لحاظ ریاضی درست نیست ولی 100% ایمان دارم خواهد شد. میدونید چرا ایمان دارم خواهد شد؟ بذارید بهتون بگم. از زمینه ماتریالیستی میام و برای من هم غیر معقول بود این صحبت ها، ولی در این حال به خودم نگاه میکردم و اسارت خودم رو میدیدم. برای همینم گفتم میدونید چه خداوندا، همین حرفایی که برای من گفته میشه الهیاته. آنچه که من میخوام رو در رویی با توه. یه روز داشتم درس میخوندم، نشسته بودم تو اتاقم، سیگار به دست، غرق در افکار فلسفی و کتاب تو دستم بود. یهو احساس کردم که تنها نیستم. سرم که آوردم بالا، گوشه اتاق عیسی مسیح در نور اصلا مقابل من، ولی دستا به طرف من دراز، میگفت فریدون این سوراخ ها برای تو هم هست. بیشتر از 15-20 ثانیه طول نکشید، چنان ترس سر و پای منو گرفت که از اتاق پریدم بیرون. دیگه نمیتونستم برگردم اتاق. تو خیابون رفتم قدم زدن و فلان اینا، تا اینکه یادم اومد که به من گفته بودن که یه شبانی تو این شهر هست. رفتم پیشش و اون همه چیز رو از سیر تا پیاز خالی میکرد و همونجا گفتم خداوندم میخوام با تو در رابطه دو طرفه باشم و رابطه دو طرفه من با خدا شروع شد. به همین سادگی. با خدا وقتی رو در رو صحبت بکنیم دیگه هیچ دلیل و منطقی وجود نداره. اگر من خودم باهاش هر روز در رابطه دو طرفه هستم، این خودش دلیله و خیلی هم ساده و راحته. هیچ الهیات نمیخواد، هیچ چیز دیگه هم نمیخواد. درست. همینطور که گفتید بعد فریدون عزیز، و مهمترین از اصل صداقت است. شاید من انجیل رو حفظ باشم کلمه به کلمه، اما اگر تعصبات کورکورانه خودم رو کنار نگذارم و صادق نباشم، همچنان به هر حال ایدئولوژی و چیزهایی رو که خودم برش باور دارم رو همچنان بر اونها بیستم و بگم همینی که هست. شاید بارها و بارها همین برنامه رو دیده باشم، بارها صحبت شده باشه از به هر حال دوستان و کارشناسانی که به هر حال توضیحاتی دادن و اثبات کردن بر به هر حال مسیح و مسیحیت و قدرت نجات و به هر حال فرق اون با بقیه ادیان و اون رابطه دو طرفه‌ای که شما بهش اشاره کردید. اما من همچنان بر سر صحبت‌های خودم باشم و چون میخوام متعصب بر این افکار و صحبت‌ها باشم، نمیتونم بپذیرم و مسلماً تغییری ایجاد نخواهد شد. برای پذیرفتن و برای دیدن
و باز شدن چشمان روحانی این صداقت لازمه، نه اینکه بدون تحقیق، نه اینکه بدون به هر حال فکر ما دلمون رو بخوایم بدیم یا بخوایم راهی رو انتخاب بکنیم، بلکه حداقلش با خودمون صادق باشیم، بگیم خدایا من واقعا راه درست رو میخوام، اینها این صحبت ها رو میکنن، تو به من واقعیت رو نشون بده. مطمئن هستم جواب خواهد اومد و مطمئناً جواب خواهیم گرفت. خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید برادر فریدون عزیز. یک استراحت داشته باشیم، موزیک ویدیویی ببینیم بشنویم، برمیگردیم در ادامه با سوالات شما دوستان. با باشید. هللویا هللویا جلال بر تو جلال بر تو خدا هللویا هللویا جلال بر تو جلال بر تو خدا جلال او بر فراز آسمان هاست کیست مانند یهوه خدای ما کیست که در عرش در این جلوس فرموده آن که سر فرود میآورد تا بنگرد او بر آسمان ها و بر زمین مینگرد او فقیران را از خاک برمیگیرد تا با امیران قوم خویش بنشاند
آمین. جلال برنامه خداوند. در خدمت شما عزیزان هستیم در ادامه برنامه علامت سوال. وقت سوالات و نظرات شما عزیزان هست. از همکنون تلفن برنامه هم باز هست، میتونید مستقیما زنگ بزنید و سوالاتتون رو مطرح کنید. فراموش نکنید درخواست های دعاتون رو بفرستید. در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواستاشون رو فرستادن حتما در دعا خواهیم بود. آقای شاهرخ گفتن که خدا انسان را شبیه خودش آفرید، پس انسان کپی خداست. کپی باید مهر برابر با اصل بخوره و این مهر نزد مسیح هست. هیچ کس نزد پدر نمیره جز به واسطه فیض مسیح. برای مثال در دینی که میگه چه بکشید چه کشته شوید به بهشت میروید، این کدام خدا است که با خون و خونریزی انسان رو میپذیره؟ خیلی ممنون آقای شاهرخ از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. بعد از فیدون اگر صحبتی دارید در رابطه با نظر آقای شاهرخ میشنویم، اگر نه من برم سراغ سوال و یا نظر بعدی. خدا انسان رو به صورت خودش آفرید، کاملا درسته، ولی وقتی که در مورد مسیح داریم صحبت میکنیم که میگیم مسیح کپی برابر اصله، مسیح کپی نبود. مسیح گفتن اصل بود. انسان کپی خداست. بله. انسان کپی خداست و مسیح مهر تأییدی هست برای که یعنی به واسطه اون مهر هست که نزد بله. خدا میتونیم بریم. این دوتا یعنی منظور اینه که چون خیلی سریع گفته شد به هم وصل شد، خواستم که جداش کنم. بله. انسان از نظر شخصیتی بعد افردون ببخشید انسان از نظر، من تایید میکنم حرفیشون رو، انسان از نظر شخصیت به شبیه و صورت خدا آفریده شده. یعنی جالبه که خدا انسان رو خدا می آفرینه و مسیح وقتی که آمد حقیقتا این مسئله رو همونطور که عزیزم گفت کاملا مهر کرد. بله بسیار عالی، ممنون. آقای مهدی سوالی پرسیدن، گفتن آیا این حقیقت داره که ما 124,000 پیامبر داشتیم یا داریم؟ راستشو بخواید کی شمرده؟ اینه که من میتونم بر اساس اون پیغمبرایی که در کتاب مقدس میشناسم خدمتتون بگم که این پیغمبران در جزء اون 124,000 تا قرار دارند. بر اساس چون این مطلب رو ما در تئولوژی اسلامی به اصطلاح میبینیم و اسامی پیامبران عهد عتیق همه در لیست این دعاها وجود داره، ولی اون اسامی بعدیش راستشو بخواید اسامیشون در خود تئولوژی اسلامی هم مطرح نشده، ولی تعدادش اونجا میگن هستش. و اگر پیامبران رو ما افرادی بدونیم که صدای خدا هستند، تعدادشون از این هم میتونه بیشتر باشه. ما بسیاری از انسانها رو داریم که اینها صدای خدا در میان انسانها هستند. شما در نظر داشته باشید الان هر فرد مسیحی داره پیام خدا رو اعلام میکنه، صدای خدا رو داره به دنیا میرسونه. و از دیدگاه مسیحیت بیاییم مطرح کنیم به اندازه هر فرد مسیحی که کلام خدا رو داره بیان میکنه پیغمبر وجود داره. بنابراین در تئولوژی پرکتیکال عملی مسیحیت شاید خود پیغمبران از این هم بالاتر، ولی 124 تا ادعاش فقط مربوط هست به تئولوژی اسلام. بله درست. خیلی ممنون، مرسی. بعد از فیدون آقای فرشاد هم ضمن عرض سلام گفتن که میدونیم که تمام کلام الهام خداست، اما بعضی قسمت هایی هست در کلام که وجود داره، مثل سلام هایی که پولس رسول برای افراد خاصی در رسالاتش میفرسته و یا بعضی جاهای دیگه در کلام. آیا تمام این قسمت ها هم الهام خداست و یا فقط قسمت های دستوری و یا اجرایی الهام خداست؟ همون پولس که این سلام ها رو میفرسته در تیموتائوس فصل 3 آیه 16 و بعد 17 تا که تمامی کتب الهام خداست و
الهامی بودن صرفا اون سلام و احوالپرسی ها نیست. من کار اصلی من ترجمه کتاب مقدس است و این افتخار رو دارم که با همکارانم در سازمان کرپو کتاب مقدس رو به زبانهای محلی ایران داریم ترجمه میکنیم، از جمله ترجمه جدید هم به زبان فارسی الان داریم پیش میبریم. پس کار ما اتفاقا کنکاش کردن حتی در اون جاهایی هستش که افراد فکر میکنن زیاد مهم نیست. در اون سلام ها شما اگر بدونید که در اون سلام ها، در اون اسامی هایی که پولس داره بهشون سلام میرسونه، چقدر مطالب وجود داره که خدا میخواد که ما اونها رو بدونیم که حد نداره. بنابراین آنچه که کلام میگه از زبان پولس روح القدس داره مطرح میکنه، همه کتب الهام خداست برای تعلیم، تربیت، اصلاح و تأدیب تا مرد خدا رو، زن خدا برای هر عمل نیکو مجهز بکنه. و هدف تمامی این الهام کتاب خدا 3-4 آیه اگر بیاید پایین تر در آیه 13 و 14 میگه که کلام خدا برای این هستش که به انسان حکمت بده. حکمت چی؟ حکمت به نجاتی که در ایمان به عیسی مسیحه. این هدف کتاب مقدس و هدف الهام کتاب مقدس. حکمت به انسان بده در نجاتی که از طریق ایمان به عیسی مسیحه و از طریق تعلیم و تربیت و تأدیب و اصلاح ماها رو برای انجام هر عمل نیکو مجهز کنه. بله، خیلی ممنون، مرسی برادر فریدون. مسیحای عزیز سوالی پرسیدن، گفتن اگر شخصی از خدا بپرسه خودتو آشکار کن و حقیقت رو به من نشون بده و اون شخص خواب امامهای مرده رو و یا کسان دیگر رو ببینه چی؟ اون وقت خب فکر میکنه که حقیقت اینه که در خواب دیده. این دیگه مشکل خداست، مشکل اون شخص نیست. شما نگران نباشید که اگر من بگم خدا حقیقت رو به من نشون بده و خدا به قول معروف امام ها رو به خواب من بیاره، ناراحت این نباشید. اگر فرد از خدا میخواد که خدا خودش رو بهش آشکار کنه، خدا خودش رو بهش آشکار میکنه. و من در این زمینه اونقدر مثال ها دارم که حد نداره. حتی افرادی رو میشناسم که همین دعا رو کردن و از طریق خوندن قرآن به عیسی مسیح رسیدن. اینه که شما نگران خدا نباشید. اگر کسی صادقانه داره میخواد، خدا خودش رو بهش آشکار میکنه. بله، 100% موافقم. من خودم نمونهش این که در اوایل ایمانم، زمانی که ایمان آوردم، خب واقعا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، به چه چیز، یعنی حتی اون لحظه نمیدونستم دقیقا به چه چیزی ایمان آوردم. واقعیتش به هر حال در طی مسیر فهمیدم که چه خبره. و خب اوایل ایمان هم جنگ‌های روحانی خیلی زیادی رو پشت سر گذاشتم و اتفاقا خواب‌های عجیب غریب زیاد دیدم. ولی حالا برای من اینطور بود، دل شما گواهی میده. یعنی اگر همون مسئله صداقت رو ما اگه در نظر بگیریم و اینکه واقعا ما بخوایم، یعنی واقعا اون خواسته قلبی ما این باشه، دور از هر نوع تعصبی، اینکه واقعا راه درست رو خدا به ما نشون بده، مطمئن باشید دل شما اون رو اثبات میکنه و مطمئن باشید که در تمام شرایط در آخر میدونین راه درست چی هست. اینو من دارم به شما میگم به این دلیل که خودم با تک تک سلول هام اینو واقعا تجربه کردم. مطمئن هستم خیلی از دوستان، مطمئنم برادر فریدون همین تجربه رو داشتن. پس همونطور که برادر فریدون گفتن، نگران نباشید خدا چه جوری، ولی مهم اینه که ما بخوایم و به هر حال این راهو باز کنیم برای خدا تا خدا راه رو به ما نشون بده و ما انتخاب کنیم. آمین. مرسی، ممنون برادر فریدون. دوست عزیز ما آقای محمد رضا خیلی پیغام دادن. من خیلی سریع میخوام چند تا از پیغام هاشون رو که گفتن رو
بگم که حالا چون همه در یک راستا هست که گفتن هر کسی خداوند رو پرستش کنه و به مخلوقات خدا محبت داشته باشه، در هر ادیانی باشه مقبول خداونده و در کل عالم هستی دو عملکرد وجود داره، خوب یا بد. اگر در عملکرد خوب باشی مقبول خداوند هستی. و در ادامه صحبت هایی که کردن گفتن که نظریات شما اصلا برداشت درستی از انجیل نداشته و مسیحیان اگه فکر میکنن که فقط دین خودشون درست هست، این یک خیال باطل هست. و در ادامه گفتن عیسی مسیح خودش هم قرآن رو قبول داشت و همچنین گفتن که در ادامه گفتن که مسیح گفتش که من خودم رو به خودم شهادت نمیدم، دیگری هست که بر من شهادت میده، یعنی قرآن هست که بر مسیح شهادت میده. و توصیه کردن که انجیل رو با درک بهتری مطالعه کنی. در رابطه با صحبت‌های آقای محمد رضا از شما میشنویم. بله حتما جناب محمد رضا، خوب خوشحال هستم که نظر خودشون مطرح کردن، صادقانه احترام میدم به نظر ایشون و سعی میکنم که ببینم که به اصطلاح پیش‌فرض هایی که ایشون دارند چی هستش. قسمت اول صحبتشون با قسمت آخر صحبتشون نمیخونه. اگر از جهانبینی اسلامی دارن به قضیه نگاه میکنند، قسمت اول صحبتشون کاملا غلط. اگر از جهانبینی اسلامی به قضیه نگاه نمیکنند، از جهانبینی فلسفی و همینطور از مذاهب مشرق زمین، یعنی فلسفه های مشرق زمین بیشتر و بعد بیشتر نگاه های عرفانی به قضیه دارن، قسمت بعدی بسیار صحبتاشون وقت غلط در میاد. بنابراین ایشون باید تصمیم بگیرند: یک، با چه دیدگاهی میخوان به قضیه نگاه کنند. دو، آیا این دیدگاهی که دارند دیدگاه مطرح شده است یا خودشون یه دیدگاه جدیدی رو دارن مطرح میکنن. سه، آیا این دیدگاه و جهانبینی جدیدی که دارن مطرح میکنن در رابطه با اون 4 سوال اصلی، از کجا اومدم، به کجا میرم، اخلاقیات به چه شکله، بعد از مرگ چی میشه، آیا نظریاتی دارن یا ندارن؟ اگر نظریاتی دارن، اون 3 اصل در موردش مصداق داره یا نداره. ایشون وقتی که اسلام منسجم هستن، افکار خودشون در این زمینه جمع و در رابطه با این 4 سوال با توجه به اون 3 اصل به قول معروف یک جهانبینی رو به وجود بیارن، مطرح کنن، اون موقع خیلی عالی میشه با هم دیگر صحبت کنیم و بتونیم به یه جایی برسیم. وگرنه اینکه عیسی مسیح قرآن رو تایید کرد، در زمان عیسی مسیح قرآنی وجود نداشته. اینکه دیگری هست که بر من شهادت بده، این دیگری که بر شهادت بده بخشی هست از صحبت‌های عیسی مسیح با یهودیان که عیسی مسیح در اونها یهودیان ازش دلیل خواستن و کاملا دلیل میاره و در اونجا خیلی عالی آره میگه که من شهادت از انسان نمیطلبم بلکه دیگری هست. قسمت اولش اینه: شهادت از انسان نمیطلبم بلکه دیگری هست که بر من شهادت میدهد. قسمت بعدی های و آن پدر آسمانی است. اینه که من پیشنهاد میکنم ایشون وقتی که نقل میکنن، ایشون بهتر انجیل رو بخونن. امیدوارم ناراحت نشن. بله، خیلی ممنون، مرسی. بعد فریدون عزیز، آقای احمد رضا سوالی پرسیدن، گفتن که اگر کسی در حق ما بدی کرد، ما باید با محبت جوابشو بدیم. آخه من همچین کاری رو که میکنم بیشتر مورد سوء استفاده قرار میگیرم و احساس میکنم که سوء استفاده شده در حقم. باید چی کار کنم؟ این خودش یک مسئله واقعا بغرنجیه، برای اینکه افراد اصلاح مقبول واقع میشن، به شکل مسیحی برخورد میکنن و بعد فکر میکنن که راه باز میشه برای سوء استفاده هایی که بیشتر صورت میگیره. ببینید، در نظر داشته باشید اینو: وقتی که یک نفر نسبت به شما خطایی میکنه و شما میخواید با محبت باش برخورد کنید و به قولی میبخشیدش،
بخشش، طرف اگر از شما میخواد بخشش شما رو داره، شما میبخشید. برای اینکه این بخشیدن در واقع شما چیزی رو بهش میدید که لیاقتش رو نداره. کاری که خدا کرد، ما لیاقت بخشش خدا رو نداشتیم، خدا بر اساس محبت و فیض خود شما رو بخشید. ولی آیا با این بخشش خدا همه انسان ها از بخشش الهی برخوردار شدند؟ البته که نه. برای اینکه از بخشش الهی برخوردار باشم باید برگردم و گناه خودم رو درک کنم، قصور خودم رو درک کنم، عذرخواهی بکنم که این بخشش شامل حال من بشه. بنابراین دوست عزیز من، اگر شما بخشیدی یعنی کاری رو کردی که طرف لیاقتش رو نداره و بهش دادی، این شخصیت الهی توه. ولی وقتی که یک چنین بخششی صورت میگیره به این معنی نیستش که دوباره رابطه برگرده به اون وضعیت اول که دوباره این شخص از شما سوء استفاده کنه و هر شخص دیگر. نه، به هیچ عنوان ابدا رابطه به اون حالت اول بر نخواهد گشت. شما کماکان رابطه خودتون رو با این شخص یعنی فاصلتون حفظ خواهید کرد و امکان اینکه باز بتونه از شما سوء استفاده بکنه بهش نخواهید داد. این شکل نیست که من بخشیدم پس دوباره ما خالی خانباجی بشیم، من دوباره همون آدمی بشم که به قول محبت من فرصت جا بده که از من سوء استفاده کنی. نه، من تو رو بخشیدم ولی در این حال الان دیگه هوشیار هستم برای فردی مثل تو که از محبت سوء استفاده میکنه راه سوء استفاده باز نباشه. بله، خیلی ممنون، مرسی. برادر فریدون عزیز. آقای ابوالفضل هم ضمن عرض سلام سوالشون این هست که چجوری دعا کنیم که برآورده بشه؟ خواهش میکنم جواب این سوال رو شما به من بدید. اگه پیدا کردین به منم بگید. ببینید، ما دعا میکنیم به حضور پدر. این پدر چیکار است؟ این پدر دیگه خالق قدرت داره، آینده رو از همین الان میبینه، 2 هفته بعد من، این 4 هفته بعد من هم میبینه و این پدر به عنوان پدر ضمانت کرد، تکرار میکنم ضمانت کرد احتیاجات ما به ما بده. بنابراین اگر میخواهیم که دعاهامون جواب پیدا کنه باید مشخص کنیم که آیا این دعای من احتیاج من هست و آیا این دعای من الان احتیاج من هست. چون ما میاریم به حضور و بعد میگیم هم الان بگیم و بعد آیا اجازه میدم که خدا این احتیاج من میدونم که الان احتیاج من هست به روش خودش انجام بده یا بخوام بهش دیکته کنم که به روشی که من میخوام. اینه که اینها اون چیزهایی که باید مشخص کنیم. اون وقت یک چیزی رو بگم در رابطه با سر دعا. سر دعا فکر کنم در انجیل یوحنا فصل 15 باید آیه 7 باشه که اگر در من بمانید و کلام من در شما بمانه آنگاه هرچی بطلبید از پدر به شما خواهد داد. ولی اینجا تموم نمیشه، ادامه میگه که تا در نام پدر، در نام پسر پدر جلال پیدا کنه و شما شاگردان من بشوید. بنابراین برای گرفتن جواب یک سری شروط لازم هست. یعنی دعا در نام عیسی مسیح چراغ جادو نیست مردم به این شکل برخورد میکنن با خدا. نه، اراده خدا برای ما مسیحیان نیستش که ما در نام مسیح دعا کنیم و همه چیز فراهم بشه.
اینها چخانپاخانهای مذهبی باورم. بیایید من به شما دست بذارم همه چیز، نه، از این خبرها نیست. اگر در من بمانید، در مسیح موندن یعنی چی؟ خب مسیح یه شاخه رو، یک درخت رو محترم کنه جلوتر از اون، مثل شاخه‌ای که به درخت وصل هست. در مسیح موندن یعنی این که من به مسیح متصل باشم، یعنی این که مسیح رو به همون شکل خودش داره میگه، نه اینکه من دلم میخواد، نه، به اون شکلی که او عملا هست او رو پذیرفته باشم، باورش کرده باشم. ولی این کافی نیست. و کلام او، همونطور که شیره یک درخت داره به شاخه‌ها میرسه، کلام او در من باشه، یعنی اینکه من مطابق کلام او زندگی کنم. وقتی که من به مسیح وصل هستم و مطابق کلامش دارم زندگی میکنم، اون موقع من از افکار خدا آگاهم، اون موقع من از نقشه های خدا آگاهم، اون موقع نقشه های من با نقشه های خدا همسو هست، اولویت های زندگی من و خواست هایی که در زندگی دارم با خواست های خدا همسو هست. اون موقع هستش که من دعاهای درست انجام میدم و چون کلام در من هست از اقتدار و مست برخوردارم و دهان من میشه دهان خدا. اون موقع من شاگرد هستم، شاگردی که از خودش مسیح رو داره به دنیا منعکس میکنه، مثل مسیح داره زندگی میکنه، مثل خدا فکر میکنه و تمامی فکر چینه که ملکوت خدا در زندگی انسان، در زندگی دیگران برقرار. پس میبینید که چیزهایی که شما عرض کردم، مثلا اینه که در دعا میکنم که اینو داشته باشم، اونو داشته باشم، بده بشه فلان، بیشتر هست تا آن گویی که در راستی دو طرفی خدا صورت میگیره. بله، خیلی ممنون، مرسی. ما 2 سوال داریم مشابه از آقای عباس و آقای جمشید. هر دوشون سوالشون مشابه هست، گفتن که ایماندار هستن و سوالشون این هست که اگر که البته ما راجع به این موضوع صحبت کردیم، ولی خب حالا سوالشون رو پرسیدن که اگر یک ایماندار تعمید نگرفته باشه و از دنیا بره همچنان ایماندار هست و مشکلی به وجود نمیاد؟ البته که نه. انسان توسط ایمان نجات پیدا میکنه، توسط تعمید نجات پیدا نمیکنه. تعمید صرفاً اولین قدم اطاعت در اون ایمانی هست که داریم و در تعمید ما در واقع میگیم که چه اتفاقی برای ما افتاده. من با مسیح مردم، من در مرگ مسیح شریک هستم، پذیرفتم که مرگ مسیح در روی صلیب به خاطر گناهان منه و در قیامت او شریک هستم و الان با این تعمید آب دارم به شما شهادت میدم که در زندگی من چه اتفاق افتاده. به خاطر وضعیتی که الان وجود داره، اتفاقا خیلی از مؤمنین رو ما در ایران نمیتونیم تعمید بدیم و پیشنهادم نمی کنید که خادمینی که در ایران هستن این کار رو بکنن، به خاطر جفا، برای اینکه بهشون گیر میدن شما اینو تعمید دادید، بگیر ببند خونهش رو بگیر، بر اساس جفاهایی که الان اونجا وجود داره. چون تعمید عملا غیر ممکن کرده این مسئله رو. مسئله ای نیست. اگر شما مسیح رو در قلبتون پذیرفتی، او را به عنوان خدای نجات دهنده که به خاطر شما روی صلیب رفت، مرد، زنده شد، زنده است و روح القدس او در شما ساکن هست و مطابق این روح خدا دارید زندگی میکنید، شما همین الانش هم در ملکوت خدا هستید. همینطوره. آمین آمین. بله، من دارم پیغام یکی از دوستان رو که همین الان برای ما اومد رو میخونم. گفتن که ضمن عرض سلام گفتن که سوالی شد در ارتباط با
محبتی که سوء استفاده میشه ازش. گفتن که برادر من خیلی احساسی هستن و همین موضوع باعث شده که همه ازش سوء استفاده کنن و از خانواده گرفته تا دوست و آشنا و خیلی هم به مشکل برخوردن و خانواده هم از این مسئله واقعا کلافه شدن. گفتن که لطفاً راهنمایی کنید. خب این مسئله نیستش که من از تلویزیون بخوام به این شکل راهنمایی بکنم. این احتیاج به مشورت داره، مشورت شبانی هستش. من لازم دارم بدونم که منظور این که ایشون احساسی هستند چی هست و به چه شکل از ایشون سوء استفاده احساسی میشه و خانواده کلافه شدن. اینه که بهتر پیشنهادی که میتونم بکنم سالی عزیزم، شما یه جورهایی این برنامه شلوغ من، در هر حال سالی جان شما شماره منو یه جوری در اختیار این عزیز قرار بدید که بتونم خصوصی باش صحبت کنم، چون از تلویزیون دیگه یک چنین مشورتی واقعا نمیشه انجام داد. باید خیلی همچین دقیق و مشخص گفته بشه. بله حتما اطلاعات دقیق تر به هر حال لازم هست. خیلی ممنون، مرسی. برادر فریدون، دوست عزیز ما آقای رضا گفتن که مسیح جا من میخوام که خجالت زده و شرمنده نباشم و همیشه سربلند باشم. آمین 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 آمین. واقعا. بهروز عزیز خیلی ممنون از پیغام شما. همچنین آقای احمد و فاطمه عزیز گفتن که لطفاً از امیدوار هستیم که بعد از فریدون بیشتر از اینها باشن در برنامه. و همچنین آقای امیر تشکر کردن از برنامه. آقای احمد رضا همچنین گفتن که این برنامه باعث قوت قلب و همچنین انرژی برای من میشه. دوست عزیز ما خانم معصومه عزیز همچنین سلام و درود فرستادن و تشکر کردن. مسیحای عزیز، ماهرخ عزیز و زهرای عزیز، آقای محمد امین و امانوئل عزیز و تک تک شما دوستان. اگر اسمی رو از قلم انداخته باشم عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون از اینکه بیننده برنامه بودید. مرسی از اینکه پیغام هاتون رو فرستادید. اگر سوالی خونده نشده در برنامه‌های آینده حتما به اونها اشاره میکنیم، اما وقت دعا هست. با هم بریم دعای ربانی رو بشنویم، برمیگردیم و متحداً برای دوستانمون که درخواست هاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهایمان ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. عزیزان دعوت میکنم از شما با هم متحداً برای دوستانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا باشین. بعد از فریدون من اسامی رو میخونم و از شما میخوام که برای این عزیزان در دعا باشین. آقای ابراهیم خواستن برای افزایش ایمان خود و خانواده‌شون دعا کنیم. جمشید عزیز خواستن برای اصغر که پاهاش شکسته و فرزانه و سلامتی کاملش و همچنین خودشون برای فیض خداوند و عطیه سخاوتمندی دعا بشه. نازی عزیز خواستن برای پسرشون به نام سپر که 14 ساله است و به خاطر شکنجه و آزار و اذیت مادرش نسرین از خانه 14 روز فرار کرده و دختر 5 ساله همین خانواده دعا بشه برای پسری به نام سپر. فرزاد خواستن برای آزادی ایران و آزادی کلیساهای ایران دعا کنیم. سمیه عزیز خواستن برای اینکه خداوند به زندگیشون برکت بده و شر و بدی رو ازشون دور کنه دعا بشه. ماهرخ عزیز برای شفای سرطان کمال خواستن دعا بشه.
ماری عزیز خواستن برای خودشون و دخترشون در دعا باشیم. آقای احمد رضا خواستن که برای سلامتیشون دعا کنیم تا بتونن کسب و کار داشته باشن. آقای جمشید برای سورماز و امید و ایمان و نفاقی که در زندگیشون هست خواستن دعا بشه. ابراهیم عزیز خواستن برای مشکلات مالی و چکی که دارن دعا بشه. مرجان عزیز خواستن برای فروش ماشینشون دعا کنیم که زود فروش بره چون به پولش احتیاج دارن. معصومه عزیز خواستن برای رونق کار برادرشون در دعا باشیم. کاظم عزیز خواستن برای سعید که کرونا گرفته دعا کنیم. کیوان خواستن برای ازدواجشون در دعا باشیم. پتروس خواستن برای مقدسین خداوند و برای شفای نگار و خواهرش زهرا دعا کنیم تا عفونت لثه و غده های لنفاوی و گوش نگار شفا پیدا کنه و خونریزی خواهرشون زهرا همچنین شفا پیدا کنه. اگه بعد فردون برای این عزیزان در 2 دقیقه در دعا باشین خیلی ممنون میشم. حتما. پدر آسمانی، حقیقتا که راههای ما خداوندا همه به تو ختم نمیشه، ولی تو را شکر میکنم پدر جان که تمامی راههای تو به ما ختم میشه. تو را شکر میکنم که حقیقتا راه رو در مقابل ما قرار دادی. عیسی مسیح چقدر عالی گفت راه منم. هاللویا. خداوند تو رو شکر میکنم. عیسی مسیح تو رو شکر میکنم و برای این عزیزان که فرزندان تو هستن پدر جان، چه تو رو باور کنن چه تو رو باور نکنن، از هر دینی مذهبی که باشن، تو هیچ وقت نگفتی که پدرشون نیستی، حتی اگر تو رو نشناسن و تو پدرشون هستی. پس من دعا میکنم پدر جان در نام عیسی مسیح خداوند که آنچه که این عزیزان الان احتیاجشونه، قلبشون فشرده است، اشک به چشماشونه، نگرانی دارن خداوند، هر چی که هست متحد میشن با تمامی خواهران و برادرانم که الان منو میبینن خداوند، متحد میشین با این عزیزان و این دعاها رو به حضور تو میزن پدر جان. و ایمان دارم خداوند تو که پدر هستی در محبت خودش خداوند تمامی احتیاجات این افراد رو به دولتمندی خودت، نه فقط این احتیاجات بلکه به دولتمندی خودت برآورد خواهی ساخت. و به خاطر این خداوند جواب دعا از تو تشکر میکنم در نام عیسی. آمین. خیلی ممنون برادر فریدون عزیز، واقعا از حضورتون در برنامه خیلی برکت قلب من هستی تمرتون. خدا شما برکت. ممنونم از شما و امید داریم که به زودی باز هم در برنامه ها با شما باشیم. خدا برکتتون بده. میدونیم خیلی سرتون شلوغه و دعا میکنیم که خداوند نیروی مضاعف بهتون بده، قوت مضاعف بهتون بده. خیلی ممنون برادر فریدون و ممنون تشکر از یکایی که شما عزیزان که با ما همراه بودید و ممنون از پیغام هایی که فرستادید. تکرار برنامه امشب رو میتونید روز پنجشنبه 3 بامداد و شنبه 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. بر روی اینستاگرام و فیسبوک علامت سوال هم برنامه رو میتونید به صورت ضبط شده ببینید. همچنین بر روی کانال تلگرام علامت سوال به صورت MP3 و همچنین به صورت ویدیوهای کوتاه خواهید دید و بر روی یوتیوب سطر پارس هم میتونید ببینید. عزیزان هفته آینده هم با شما خواهیم بود. میخوایم در رابطه با محبت در مسیحیت صحبت کنیم. ایام ولنتاین هست و جا داره که یه مقدار بیشتر در رابطه با عشق و محبت صحبت کنیم. پس پیشنهاد میکنم حتما با برنامه هفته آینده با ما باشید. در طول هفته میتونید با ما در تماس باشید. نظری دارید، صحبتی دارید، سوالی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. مواظب خودتون باشید تا هفته آینده. خدا نگهدار شما عزیزان باشه. خداحافظ.